نفر از حوزه پلیس آمد گفت آقای پارسا از پل سرخ کوچ کو کشته میشین. وزیر داخله برام گفت آقای پارسا چرا تفنگچه با خود نمیگردانی، ما امرش میتیم. ما برش گفتم آقای وزیر من خود تفنگچه شلیک کردن یاد ندارم، چیکار بکنم؟ تنها کسی که به فریادهایم گوش داد، به سکوت ما گوش داد، سفیر ترکیه در کابل بود که عاجل و فوراً به تمام اعضای خانواده‌ام ویزا صادر کرد و ما فرار کردم به طرف استانبول. روزی که ویزای ما صادر شد من پول نداشتم که از کابل برم به ترکیه، پیسه تیکت طیاره را نداشتم. خدا خیر بده شرکت هوایی کام ایر را که تمام خانواده ما و خودم تقریبا رایگان از کابل به استانبول انتقال داد. بسیار شرایط بدی را داشتم تجربه می کردم. از نگاه اقامتی نه، من اقامت ترکیه را گرفته بودم. از نگاه این که من برای کرایه خانه پول نداشتم، من هیچ هزینه‌ای نداشتم که کرایه خانه خود بدم. وقتی که ترکیه آمدم به تمامی سفارتخانه ها و کنسولگری های کشورهای اروپایی و آمریکایی من درخواست دادم و تا ای که سفارت فرانسه نخستین اپاینتمنت برام داد و من رفتم درخواست ویزا به منظور پناهندگی در فرانسه دادم. زمین زیبای فرانسه تازه آمده بودم، رویاهای بلندی داشتم که من زود مدغم شوم و زبان یاد بگیرم و جامعه فرانسه. بسیار خوش بودم که متاسفانه افغانستان سقوط کرد و مادرم، خواهرام، برادرایم و تمام اعضای خانواده خودم و خانمم در افغانستان مانده بودن. من 2 سال تمام را وقف اونا کردم تا ای که اونا نیامدن من زندگی را در فرانسه شروع نکردم. حدود کمتر از 2 سال میشه که من در فرانسه به زندگی عادی برگشتیم. سلام و درود بر شما. امروز 4 سال از جدا شدن من از کابل میگذره. 4 سال پیش زمانی که من از کابل جدا شدم هنوز اشرف غنی حاکم افغانستان بود، هنوز پرچم مقدس سه‌رنگ افغانستان بر کاخ ریاست جمهوری حکمرانی میکرد، هنوز بیرق سفید رنگ تروریستی طالبان بر تپه وزیر اکبرخان و بر ارگ ریاست جمهوری بلند نشده بود، هنوز سربازان جمهوریت در حافظ مردم و جاده های کابل بودند، هنوز سربازان لنگیدار ریشدار مردار چتل طالبان و از تروریستان افغان و مسلمان بر کابل حاکم نشده بود، هنوز دختران و پسران کابلی آزادانه در کافه های کابل، مخصوصا در کافه های پل سرخ رفاقت می کردن، هنوز سیگار کشیدن برای دختران کابلی راحت بود، هنوز دختران و بچه های کابل دودل داده می تانستن به شهر نو وزیر اکبرخان و پل سرخ قدم بزنن، هنوز کم افراطی تر اگر برم هنوز نایت کلاب های کابل باز بود، هنوز در وزیر اکبرخان و قلعه فتح الله و شهر نو نایت کلاب وجود داشت. خب بالاخره 1001 هنوز وجود داشت در کابل، 1001 دلیل برای زنده ماندن در کابل وجود داشت. اما افسوس که هنوز در آن زمان طالبان انسان میکشتن، هنوز طالبان از آدرس دینشان، از آدرس آیینشان کشتن من را جایز میدانستند. راستی هنوز دخترها مکتب میرفتن، هنوز زنگ مکتب نواخته میشد در کابل، نه؟ هنوز نظام اسلامی در افغانستان حاکم نبود و دموکراسی بر مردم حاکمیت میکرد و اشرف غنی رئیس جمهور منتخب افغان ها بود. خب خلاصه ای که زمانی که من در 12 جنوری 2021 در زمان دکتر صاحب محمد اشرف غنی که رئیس جمهور افغانستان بود هنوز من از کابل گریختم و آمدم به ترکیه و بعدش آمدم به فرانسه، 1001 شایعه پخش شد. تعدادی از خبرنگارا و عزیزانم برای ما تماس میگرفتن که پارسا چگونه رفتی؟ مردم ویزی پاکستان را گرفتن نمیتونن، ویزی ترکیه تا $10,000 قیمتش بالا رفته بود. خب ما برشان میگفتم برین سازمانهای خبرنگارا را بگوین کمکتان بکنم، ما از طریقی که ما آمدیم طریق شخصی بوده و وقتی که میرفتن خبرنگارا پیش نهادهای عامی خبرنگارا، رئیس یک نهاد برش گفته بود که پارس نصرت پارسا دین خود تغییر داده بود، پرست شده، از او خاطر ترکیه و کشورهای اروپایی کمکش کرده رئیس که بره. بر ما زنگ میزدن در کجا بود پرست شدی، امروز بر ما یاد بده که ما بریم ویزا بگیریم. اینی تو دلیلا اعلام شده بود
بسیار سخت بود و من نمیتونستم گفته که دوستان خود کمک بکنم. در اون زمانی که من تهدیدها بلند شد، افزایش یافت و وزارت داخله و اینا عاجز ماندن از تامین امنیت ما خبرنگارا، ما اون زمان با سفارت ترکیه تماس گرفتم و آقای عطاسای معاون سفیر ترکیه کمک خیلی فوری کرد که در مدت 2-3 روز برای ما و تمام اعضای خانواده ویزا داد و بعد از اون با کمک، چون ما پول نداشتم که پیسه بلیط طیاره را بگیرم تمام شب بپردازم، شرکت هوایی کامیر برای ما کمک کرد که من از به استانبول برسم و در استانبول که آمدم و چندین ماه در سرنوشت، چون اولین دفعه بود مهاجرت کرده بودم، خیلی سخت بود و فکر میکردم پیش از او که مهاجرت مثل مسافرت یا سفر یا چکر وری است، در حالی که تو نبود. من پیش از او بارها تو ترکیه آمده بودم، اقامه ترکیه را داشتم، اما بر من خیلی خوش میگذشت دفعات قبل، اما این بار خیلی سخت بود، خیلی مهاجرت خیلی سخت است. و ما با تمام سفارتخانه ها در استانبول درخواست دادم و درخواست مرا بررسی کردن. بالاخره کشورهایی که بر من اپاینتمنت داده بودن سوئیس بود، فرانسه بود و چند کشور دیگه هنوز اپاینتمنت نداده بود، در حال پروسس بود داکومنت های ما که فرانسه ویزیش آمد، برای من ویزا داد و من از ترکیه بیرون شدم، آمدم به فرانسه و بالاخره اینجا زندگی رو شروع کردم. زمانی که به اینجا آمدم، به فرانسه آمدم، بسیار با ایده و انگیزه بلندی میخواستم زندگی رو شروع بکنم که متاسفانه کابل سقوط کرد و اشرف غنی افغانستان را بیرون شده، عقب نشینی تکتیکی کرده، هرچی کرده. حالا نمیخوایم برای جناب ایشان خدای نخواسته به احترامی بکنم و خانواده‌ام در اونجا بودن، من نمیتونستم بدون خانواده‌ام در اینجا زندگی بکنم. مادرکم، خواهرایم، برادرایم، خانواده همسرم. من بالاخره زندگی رو نتونستم ادامه بدم در فرانسه از 2021. فکر کنین از من در جنوری پیش از سقوط افغانستان آمده بودم، 8 ماه پیش از اینکه طالب به من در فرانسه آمده بودم، بیرون شدم از افغانستان، بیرون شدم. اما زمانی که طالب آمد در افغانستان، من نمیتونستم که در او شرایط خانواده‌ام بمانم و به اینجا باشم. من 2 سال زندگی را متوقف ساختم، زمان را متوقف ساختم. خانواده خودم، خانواده شمیلا جان آمدن با من پیوستن در فرانسه در جون 2023 تا ای که من زندگی را شروع کردم و حال سعی میکنم که از اینجا برای سیکولاریزم، برای آزادی، برای برابری، برای یک زندگی خوب کار بکنم و سعی میکنم برای افغانستانم هم اگر بتانم کمک بکنم. سلامت باشین، در پناه خرد و یزدان باشین. یک بار دیگه به آنهای درود میفرستم که به مهاجرین پناه میدن.